با اشتراک کارمندان شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینو و کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عکس تازگی زمین از پستیسیدها و زهرخیمیکات‌ها گذرانده شد. آن زهرخیمیکات‌هایی که برای استفاده زمین از دوران شوروی در اینجا ذخیره کرده شده بود پورا تازه نموده منطقه را بی‌ضرر گردانیدند. باید گفت که سال روان در شهر و ناحیه‌های مملکت این دومین عکس تازگی زمین از زهرخیمیکات‌ها میباشد که از جانب کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود. 3 تن داروهای آمیخته هرخیله با مانند دوست علاوه بر این خلور کلسی کوهنه اینجا موجود بود و خلاصه که کلی داروهای در اینجا بودن همش مهلتی اجرایی مهلت استفاده آنها علاقه بر وقت گذشته است. ما امروز تصمیم گرفتیم که برای تازه و آزاده نگاه داشتن و تامین امنیت اکولوژی این منطقه همین زهرخیمیکات‌ها را از اینجا بر کرده ما در گوریستانی مخصوص گردانیده شده که در ناحیه وخش برده جایگیر می نمایند. از روی معلومات‌های کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرنو چنین عمارت‌هایی که دارای زهرخیمیکات‌ها برای استفاده زمین که مهلتشان گذشته است زیاد میباشد. آنها نقشه دارند همه عمارت‌ها را از چنین زهرخیمیکات‌ها تازه نمایند. در حدود ناحیه تا به امروز یگان منطقه زهرناکی که اینکه انبارهایی که قبلا زهرخیمیکات‌ها نگاه داشته می‌شدند برای استفاده منزل‌های استقامتی جدا کرده نشده است. این البته چاره‌بینی آخرین نیست. برای پورا و تامین نمودن امنیت اکولوژی اهالی همگان را باید که تمام کارخانه تشکیلات خود همون استفاده برندگان زمین نیز باید که همین مسئله باید که عموما ترتیب اصول همین استفاده زهرخیمیکات‌ها رعایت کنند و اینکه فهمانده دیان همین خیلی کارهای فهماندگی بردن لازم است. کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه دارند چنین عکس‌های تازگی زمین از زهرخیمیکات‌ها را در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور گذرانده در تطبیق سیاست اکولوژی سهم گذارند.